امروز اگر کودک کمتر گریه کند همه با پا میخیزند چرا این گریه کرد؟ شما کودک نبودید، شما نمیگریستید، باید بگرید. هر کسی در زندگی خواری و ذلت دیده است، زحمت کشیده است، گرسنگی دیده است و قسمت اول عمرش اگر با همین تکاپویی و با مثلا چالش ها و ناداری و کمی کاستی عاقبتش به خیلی شخصیت خوب می شود. و هر کسی در رفاهی زندگی کرده است، همیشه خوراک گرمش بر دوام آماده است و جایش نرم است، این به جایی نمیرسد. تجربه زندگی همین است. برای همین بعضی مثلا پدرها و مادرایی هستند که خودش با مشقت و کلفت و عذاب‌ها و دربدر و خاک بر سر به جای رسیده است، امروز صاحب پول شده است، تجارت دارد یا کسب و کار دارد. وقتی از حد زیاد فرزند را نوازش میکند یا حرکه پروری در خانه راه میدهد، وقتی میگه که برادر این کار خوبی نیست، از اون ایراد میگیرند، میگوید که برادر من خودم که زحمت کشیدم، عذاب کشیدم، بگذار فرزندم عذاب نکشن. انا این خطای محض است. ممکن نیست چون به هر جایی که امروز رسیدی زحمتی گذشته بود. بله. تو اگر کمی کاستی رو نمیدیدی، بیپولی و ناداری رو نمیدیدی، امروز به قدر پول نمیرسیدی. تو بیکاری رو نمیدیدی، امروز به قدر کار نمیرسیدی. اصلا در بدر بودی، امروز تاجر هستی و خیر هستی، دست به خیر هستی. و از نتیجه چی است؟ همون زحمت‌هایی که در قدیم بود. و بگذار این فرزند گاه این زحمت‌ها رو بکشد، به پول بماند. وقتی همیشه در جیبش پول باشد، این نه در فکر پدر است، نه در خدمت مادر است و این همیشه در عیش عشرت است. چون عقلش جوان است، مجبورش میکنید باید بخورد و سیر کند و گشت کند و رفیق و جورابازی داشته باشد. اگر گاه به پول اینا بد نیستند، در حد خودش، یعنی دوستی باید داشته باشد، رفیقی باید داشته باشد، سیر و گشت باید داشته باشد، مبالغه نباید باشد، از حد نگذرد. پدر را مدیون نحسابد، نپندارد. برای همین پدر به خطاگی راه میدهد که بگذار سیر کند و جولان کند و سیر باشد و پر باشد و بی پول نباشد. خب درنده سازی است. از فرزند کی ساختیم؟ درنده ساختیم. چرا؟ چون اون زحمت های تو کشیدی، اون شخصیت شدی. بگذار گاه بی پول بماند، گاه گرسنه بماند، درد کند، این اندیشش بیدار میشد، عقلش خوب بشود. وقتی بی پول ماند، پدر پولش نداد، اندیشش دیگر میشود. از کجا پول پیدا کند؟ دل پدر رو پیدا کردن یا یافتن در کار، یا که مثلا مطالعه کردن در کار. بگذار خودم با خودم باشم تا که با پدر دست نگرم، یعنی اندیشش بیدار میشود. اما از حساب سبکروحی و بی‌پروایی حتی پدر یا مادری که امروز دارنده شده است، با مشقت‌های هزار مشقت در کمی بوده و میگه بگذار که فرزندای ما در رفاهی زندگی کنن. رفاهی دشمن جوان است. رفاهی بردان رو در نظر. رفاهی یعنی همیشه سیر و پر و سیر و گشت پول داشتن. این دشمن جوان است. هر عالم بزرگ و کارشناس و متخصصی که اگر تاریخ نخوانیم چگونه زیر سرشون خشت‌ها میماندن، شب تا روز مطالعه میکردن، کوشش میکردن که نفس را زیر عقل، زیر توازن عقل قرار بدهند. و امروز عقل زیر نفس رفته است. وقتی عقل انسان زیر نفسش رفت، این عقل دیگه در 100 سال با پا خیسته نمیتواند. این از خطایی.